بیننده دیگری سوالشون این است که اگر کسی چنده بکند، چنده در اصطلاح افغانستان و در پاکستان پولی است که جمع میکنن برای اعمال خیری. مثلا در مساجد یک دو نفری وقت نماز جمعه مثلا بین صفوف یک چادری رو میگیرن رد میکنن، هر کس اندازه استطاعتش میندازه و از این پول در امور خیری و مدارس و مساجد استفاده این بهش میگن چنده، یک صدقه، کار خیری. مسجد اعمار بکند، مدرسه اعمار بکند و از این طریق به مردم خدمت بکند، جامعه رو باسواد بکند و از این منابع برایش پول جمع شود و زندگی خود و خانواده‌اش را پیش برد. آیا این اعمال خوب است یا کدام نقص در این وجود دارد؟ ببینید، اولا الله سبحانه و تعالی در سوره توبه وقتی که بیان میکند که انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها، صدقات یعنی زکات، خیرات، صدقه، هر چی که مردم میدن در چه راهی باید مصرف شود؟ اولا للفقراء، فقیر کسی است که فقیر و مسکین، بعضیا میگن هر دوتاش یکی است، بعضیا میگن نه، فقیر کسی است که نان شب و روز خودش رو داشته باشه و مسکین کسی است که حتی نان شب و روز خودش رو نداشته باشه، محتاج مردم باشه. پس صدقات، خیرات، زکات برای کی است؟ فقرا، فقیر. مسکین، گفتیم که فقیر کسی که نان شب و روز خودش رو داشته باشه، مسکین کسی که نان شب و روز خودش رو نداشته باشه. والعاملین علیها، و کسانی که در این اداره کار میکنن. مثلا در کشورهای عربی به نام مصلحت زکا و دخل است، یا در بعضی کشورها مثلا اداره امور زکات هست، یا وزارت شؤون اسلامی این کار رو انجام میده، یا وزارت اوقاف این کار رو انجام میده. از این پولی که برای صدقه و برای خیرات و برای زکات جمع میشه، برای فقیر داده میشه، برای مسکین داده میشه، برای کسانی که در این امور کار میکنن. مثلا من زکات میدم، به طور مثال $1000 زکات دادم، این رو دادم به یک اداره‌ای که مسئول توزیع زکات هست. در این اداره 5 نفر کار میکنن، اینها برنج، روغن، آرد، گندم این چیزا میخرن، به فقرا مستمندان میبرن میدن. دفتری دارن، مرکزی دارن، ماشینی دارن. اگر ما بگیم که اینها از این پول نخورند، همه رو ببرن بدن به فقرا و مستمندان، پس خودشون علف بخورن؟ الله متعال میگه که این پول زکات و خیرات و صدقه و اینها برای فقیر هست، برای مسکین است و برای کسانی که کار میکنن، یعنی در این امور کار میکنن. و والمؤلفه قلوبهم، کسانی که مؤلفه القلوب هستن. مؤلفه القلوب کیا هستن؟ کافری هست، بیدینی هست، اهل کتاب، یهودی، نصارایی که در جامعه اسلامی زندگی میکنن، اهل ذمه هستن، محتاج هستن. حکومت اسلامی از پول زکات و خیرات و صدقات به اینها کمک میکنه تا دل اینها رو به طرف اسلام بکشانه. وقتی شما میرید به یک مستمند کافری کمک میکنین، طبعا بگه عجب دینی است که والا من که دین اینا نیستم داره به من کمک میکنه. یا حتی یک نفری که مثلا انسان دینداری نیست، مسلمان هست، مؤمن هست، اما زیاد مثلا پابند به شعائر دین نیست، برای که دل این به طرف اسلام گرم بشه، پابند بشه، ملتزم بشه، بهش کمک کردن. و فی الرقاب، و کسانی که حکم بر اینها، محکمه حکم کرده که اگر مثلا 100,000 دیه نده گردنش باید زده بشه. این طرف الان در زندان هست، 100,000 باید به اصطلاح وارثین مقتول باید بپردازه، اگر نپردازه بعد از 1 ماه گردنشو میزنن. در این حالت میشه که از پول زکات، از پول خیرات، از پول صدقات حکومت اسلامی یا این مرجعی که اینها رو اداره میکنه 100,000 به فامیل اون طرف بپردازه تا این طرف رو از مرگ نجات بده. والغارمین، و کسانی که بدهکار هستن، قرضدار هستن، کسانی که به اصطلاح قرضی گرفتن نتونستن ادا بکنن، الان قرضدارشون یا بدهکارشون پول ازشون طلب میکنه. ما میتونیم که از پول زکات و صدقات و خیرات اینها
قرض این طرف رو بپردازیم. و ابن السبیل و فی سبیل الله و فی سبیل الله، و کسانی که در راه الله هستند. در راه الله ببینید افراد زیادی هستن که میتونیم اونا رو در راه الله حساب بکنیم. به طور مثال مجاهد فی سبیل الله هست. کسی که مجاهد است، جهاد میکنه در راه الله سبحانه و تعالی، میشه بهش زکات داد، میشه بهش صدقه داد، میشه بهش خیرات داد. این یکی از مخارج زکات محسوب میشه. طالب علمی که برای طلب علم از خونه خودش خارج شده، در یک کشور دیگه قرآن حفظ میکنه، مدرسه میخوانه، حتی علوم عصری میخوانه، طب، هندسه، هر علم عصری که بخواد بخوانه. این طالب علمی که برای طلب علم خارج شده، ما میتونیم از پول زکات و خیرات و صدقات برای او چیکار بکنیم؟ کمک بکنیم. و ابن السبیل، کسی که در راه مانده، طرف تاجر است، میلیونر است، پولدار است، ثروتمند است، رفته مثلا از افغانستان رفته پاکستان، پولشو دزد زده، کارت بانکش هم پیشش نیست، پول نقد هم نداره، مونده در راه. در راه مونده. اینو میگن در راه مانده. این شخص ما میتونیم که از پول زکات، صدقات و خیرات بهش کمک بکنیم تا که به مقصد برسه. این 8 به اصطلاح طایفه‌ای هستن که میتونن از پول زکات و خیرات و صدقات استفاده کنن. دعات، علما، دعوتگران، رسانه هایی که تلویزیون ها، رادیو ها، کتابخانه، همه اینها اعمالی است که فی سبیل الله هست. همه اینها در همان و فی سبیل الله داخل میشه. کسی که مثلا در این امور کار میکنه، مثلا مردم چطوری فکر میکنن؟ حالا به این مناسبت این سوال دوستمون این موضوع رو به یادم اومد که باید بگم. بعضی فکر میکنن که مثلا کسی وظیفه رساندن زکات و خیرات و صدقات شما رو به یک محتاجین داره، این طرف ماشین نیاز نداره، سفر با هواپیما نیاز نداره، لباس نیاز نداره، خرج و خوراک نیاز نداره. تو پولتو دادی، مثلا 3-4 نفر زکاتشون رو دادن، شده $10,000. حالا این طرف میخواد به طور مثال از یک کشوری سفر کنه به افغانستان، این پول زکات و خیرات رو به مستحقین برسانه. خب کم از کم یک $600-700 پول بلیط هواپیماش میشه، $1,000 بگیم. یک $1,000 دیگه هم شاید خرج و مصارف و خوراک و نمیدونم لباس و این چیزاش بشه و مواصلاتی که در داخل افغانستان یا خارج. همه اینها رو میتونه که از پول این زکاتی که بهش سپرده شده جدا بکنه و بگیره، خرج بکنه. مردم نباید اینطوری فکر بکنن که ما 10,000 دادیم بعد این 10,000 رو ببره به مستحقین بده، پس خودش چی کار بکنه؟ علف بخوره؟ با الاغ بره مثلا سفر بکنه اینو؟ اما الاغ هم که مفت نمیره، الان علف میخواد، خوراکه میخواد در وسط راه. پس اینطوری نباید انسان ها فکر بکنن که کسانی که در امور به اصطلاح زکات و توزیع صدقات و اینا هستن، اینا خودشون نباید استفاده بکنن. بالعکس، حتی باید تشویق بشن، باید اضافه بر این کمک بشن تا در این راه بتوانن این وظیفه رو. البته ما نمیگیم که به هر کی اعتماد بکنید، به هر کی پیش آمد خوش آمد بهش پول زکات و خیرات و صدقاتون رو بدید. نه، مادامی که یک نفر انسان معتمد است، قابل اعتماد است، حق الهی است در این آیه 60 سوره توبه، والعاملین علیها، کسانی هستند که این زکوات و صدقات و خیرات اینها رو به مستحقینش میرسانن و خودشان حق دارن حلالا طیبا مبارکا، طبق فرموده الله سبحانه و تعالی، از این پول استفاده بکنن. عده مردم چی فکر میکنن؟ والا فلانی عالم دین است، امام مسجد است، این نباید پول بگیره. قاری قرآن است، اولاد مردم قرآن درس میده، نباید پول بگیره. و به خاطر مثلا دکتر میره 800 700 دلار 900 دلار 1000 دلار خرج میکنه، نمیگه کسی که دکتر چرا باید ویزیت بگیره؟ تو میری 200 دلار 300 دلار ویزیت یک دکتر متخصص رو میدی. به خاطر چی؟ به خاطر گلوت درد میکنه، به خاطر قلبت درد میکنه، به خاطر اینکه یک بیماری داری. حرف دین که شد، ملا نباید پول بگیره، ملا به امام اصلا ابدا کار دین باید مجانی باشه. ملا که زن و بچهش علف نمیخوره، ملا نیاز داره، احتیاج داره.
ما نمیگیم ملاهای پولکی، ملایی که چشمشون به پول مردم است، به جیب مردم است، به سرمایه مردم است، نه نه. اما این فکری که مردم هم دارن که کسی که کار دین کرد نباید که عالم دین مثلا یا دعوتگری یک ماشین خوب سوار بشه. ببینید اینو نگاه کن، دعوتگری میکنه، ماشینشو نگاه کن، این نگاه کن، این چه عجب خونه ای داره، این عجب فلانی داره. بابا جان، برادران، خواهران عزیز، ملایی که میاد دین تو برای تو بیان میکنه، جنازه تو رو برات میخونه، 2 نفر میخوان نکایشون رو بسته کنن، در به در به دنبال ملا میگردن که یک ملا بیاد نکای اینا رو بسته بکنه. وقتی که مرد، در به در پشتی میگردن که یک ملا پیدا بشه که نماز جنازه رو بخونه. امور دین تو برات بیان میکنه، تو رو از جهنم نجات میده با بیان دین، با تفسیر قرآن، با شرح دین، با شرح حدیث. بعد مسئله پول که در میان شد، الله اکبر، ملا، این ملاهای مفتخور، پولخور، فلانخور. همین است که در جامعه الان یک قشری شده طبقه ملا، یک قشری شده طبقه به اصطلاح دکتر و مهندس و فلان و اینها، اینو با هم دیگه دشمن شدن. عقده ایجاد شده. ملا، امام مسجد، این یک شغلی است که داره انجام میده و در مقابلش باید بهش حقوق داده بشه از طرف دولت و حقوقش نباید کمتر از حقوق یک مهندس یک دکتر باشه تا که محتاج مردم نباشه. در کشورهایی که ما میبینیم حرف امام مسجد، ملای مسجد خریدار داره، حرفشو مردم میشنون، ازش اطاعت میکنن، چون بی‌نیاز است، چون دولت بهش حقوقی میده، همپایه یک معلم، همپایه یک مهندس، همپایه یک دکتر. اما در جامعه ما ملای بیچاره در منتظر این است که نان قاق آخر شب وظیفه گفته در خانه مردم بره نان قاق شب مانده شو بهشون بده که این بیاره با طلابش در مسجد بخوره. یا آخر ما بشه مردم با 1001 منت پول جمع کنن بهش بدن، بگن که آیا ماه رمضان بشه که ختمی بکنن که بهش 4 روپه پول بدن. این اشتباه است. این تصور ما که عالم و دعوتگر و معلم قرآن و معلم دین نباید بهش پول داده بشه. اینا ملاهای مفتخور هستن، اینا چون پول میگیرن به خاطر دین. این دردی است که در جامعه ما واقعا به علمای ما، بعضی از علما، بعضی از دعوتگران من میشناسم با عزت نفسی که دارن دست به پیش کسی دراز نمیکنن، از کسی چیزی نمیخواهند و مردم هم همینطور بی خیال. بعد جناب مولانا، جناب شیخ، بیا سلفی بگیر، بیا عکس بگیر، بیا دعوت بکن، شور میخوره، جناب مولانا بیا بریم اینجا مثلا در رستوران شما رو دعوت بکنیم. تو همون پولی رو که در رستوران میری مثلا 200-300 دلار خرج میکنی در یک رستوران، جناب مولانا رو میبری در اونجا یا جناب شیخ رو میبری در اونجا، قاری صاحب رو میبری در اونجا، بهش غذا میدی، اون در خونه محتاج همون پول است که برای زن و بچهش لباس بخره. اینو باید فکر بکنید. یک از دوستان اومده بود از اروپا، جناب استاد بفرمایید بریم یک رستوران. گفتم برادر، اون پولی رو که قراره در رستوران بدی ببر به یک محتاجی، به یک طلبه علمی، به یک عالم دینی، به یک انسان فقیری، به یک یتیمی، به یک بیوه‌زنی کمک بکن. یعنی تو منو میبری مثلا در یک رستوران 200-300 دلار مثلا خرج میکنی که چی بشه؟ بعد 4 تا عکس هم بگیر اونجا پخش بکن در فیسبوک که من با محمد انصاری سلفی گرفتم. نیاز نیست. و کسانی که منو از نزدیک میشناسن، من دوست ندارم که کسی منو دعوت بکنه مثلا تو رستورانی در جای پول خرج بکنه. برادرم پولو ببره مستحق بده، به یتیمی، به بیوه‌زنی بده. الحمدلله الان مثلا ما نیاز نداریم، علمایی هستن که نیاز ندارن، پول دارن، ثروتمند هستن یا تجارت میکنن. یک دید دیگری هم از تا یک عالمی، تا تاجر دعوتگری مثلا یک تجارتی داشته باشه، یک مغازه‌ای داشته باشه، ببینید این طرف تجارت، این پول از کجا آورده که تجارت میکنه؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم تجارت میکرد. امام ابو حنیفه پارچه فروش بود، بزاز بود، پارچه فروش بود. صحابه خرما میفروختن، هیزم میفروختن، آهنگر بودن. یعنی عیب نیست. سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه یکی از بزرگترین تجار مدینه بود. عبدالرحمن ابن عوف یکی از بزرگترین تجار مدینه بود. عیب نیست که عالم دین، دعوتگر، قاری قرآن تجارت هم بکنه، کارمند هم باشه، وظیفه و شرکت تجارتی هم داشته باشه.
این مسئله مهمی بود که در ادامه جواب سوال این برادر عزیز و گرامی خواستم در اینجا بیان بکنم.